سلام، زاکر هستم و تو این دوره داریم با همدیگه نحوه استفاده از هوش مصنوعی رو در کار تدریس و شغل معلمی بررسی میکنیم و یاد میگیریم. تو این جلسه میخوام موارد کاربرد هوش مصنوعی در کار معلمی رو دقیق مشخص بکنم که بعدم توی جلسات آینده بریم سراغ یکی یکی و بررسیشون بکنیم. البته قبل اینکه بریم اینها رو بررسی بکنیم، نحوه ورود به هوش مصنوعی و کاربردهاش رو میگیم، بعد بریم سراغ این کاربردها و این کاربردها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب بیایم روی اسکرین ببینیم که چه کاربردهایی هوش مصنوعی در شغل معلمی داره. شاید براتون باور کردنی نباشه که هوش مصنوعی چه حجمی از کار معلم و حتی سایر مسئولین مدرسه رو میتونه به عهده بگیره و به شکل خیلی خوبی انجام بده. اینجا تیتروار موارد استفاده رو مطرح میکنم، جلوتر در درس هامون یک به یک میریم سراغشون و با مثال به صورت عینی توضیحشون میدم، یعنی دقیقاً براتون اجرا میکنم، میبینید که هوش مصنوعی چجوری اون فعالیت رو و با چه کیفیتی براتون انجام میده. اولین بحث تهیه و تولید محتوا و طرح درسیه. این قضیه رو حتی به موضوع هم میشه تعمیم داد، یعنی حتی میتونی از هوش مصنوعی بپرسی که من به بچه‌ها چی درس بدم، شرایط رو تعریف بکنی، مسائل رو تعریف بکنی، اهداف کلی رو بهش بگی و بگی چی کارا تا حالا کردی و ازش بپرسی که خب الان من کجای ماجرا رو خالی گذاشتم، چی بگم تکمیل میشه. موضوع رو همه تا بهت میده، بعد برای ارائه اون درس طرح بهت میده، محتوای ارائه رو بهت میگه و جزئیات خواهیم دید. برای تدریس مثال بهت میده که چه مثالی بزن، فعالیت برات مشخص میکنه که چه فعالیت رو انجام بده سر کلاس با بچه‌ها که بهتر جا بیفته این درس. حتی روش‌های تدریس، روش‌های ارائه درس رو برات مشخص میکنه، تو اسلاید درست کردن بهت کمک میکنه و موارد متعدد دیگه. موضوع بعدی خلاصه نویسی و جزوه نویسی که از کارکردهای قدیمی هوش مصنوعی، از اولین کارکردهاشه که اینجا به درد میخوره. اون وقتی که شما می‌خواستی بذاری خودت جزوه بنویسی از درسی که میدادی به بچه‌ها، هوش مصنوعی برات انجام میده، طبق استانداردی که میخوای، طبق فرمت و چارچوبی که میخوای جزوه رو مینویسه و شما فقط میبری تحویل بچه‌ها میدی. طراحی سوال میکنه برات، طراحی آزمون میکنه برات بر اساس روش هایی که شما میخوای، دقیقاً تو چارچوب هایی که شما میخوای برات آزمون طراحی میکنه، سوالاشو طراحی میکنه، تستی، تشریحی، غلط درست و انواع دیگه. آزمون اجرا میکنه، یعنی آزمون رو رسما اجرا میکنه. حالا شاید این برای فرایند کلاسی خیلی مثلا جالب نباشه، چون همه رو نمیتونی بشونی پای یه سیستم و هوش مصنوعی ازشون آزمون بگیره، ولی میتونی به بچه‌ها بگی که با استفاده از این قابلیت برید تو خونه چند تا آزمون خودتون بدید. این درسی که امروز گفتم برید تو خونه با کمک هوش مصنوعی چند تا آزمون بدید روش. این کارو میتونه برات انجام بده. تو بعضی از فعالیت‌هایی که با هوش مصنوعی انجام میدید یه جور همکاری بین شما و دانش آموزان برقرار میشه، یعنی یه بخشی رو شما انجام میدید، یه بخشی رو اونها انجام میدن، ترکیب اینها کلاس رو پیش میبره. تحلیل داده ها و اطلاعات تحصیلی، مجموعی از اطلاعات مثل نمره ها، مثلا کدوم گزینه رو چند نفر دیگه چند درصد از بچه‌ها زدن و اطلاعات این شکلی، حالا راجعش صحبت می‌کنیم. اینها رو به عنوان به صورت فایل میدی به هوش مصنوعی، میگی تحلیلش کن، برات تحلیل میکنه و چیزهای خیلی خوبی بهت میگه که بر اساسش میتونی درک بهتری از اون کیفیت آزمونت، کیفیت سوالاتت، سطح دانش آموزانت، کیفیت تدریست پیدا بکنی و با این اطلاعاتی که بهت میده تصمیم‌های خوبی برای پیشرفت و بهبود تدریست بگیری. تنظیم گزارش میدی به والدین، گزارش میدی به مدیر گزارش میده به والدین، نمیدونم گزارش میدید به انجمن اولیا مربیان، برات گزارش تنظیم میکنه بر اساس پارامترهایی که شما میخوای و بهش میگی. برنامه‌ریزی پیشرفت تحصیلی میکنه برای دانش آموزت، شرایط خاص دانش آموزت رو، شرایط خاص اون درس، شرایط خاص اون کلاس و همه اینها رو در نظر میگیره و میتونه برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزت برنامه‌ریزی بکنه. و در نهایت با این قابلیت هایی که هوش مصنوعی داره میاره توی محیط آموزشی، ما معلمات چه تغییراتی باید در روش کارمون داشته باشیم؟
چه چیزهایی رو در نگرشمون به مسئله آموزش باید تغییر بدیم یا اصلاح بکنیم. آیا میتونیم به همون روش قبلی پیش بریم؟ قطعا نه. میتونیم انجام بدیم ولی شکست میخوریم، افت پیدا میکنه آموزشمون، ضعیف میشه نتایجی که توی کلاس همون دریافت میکنیم، چون هوش مصنوعی اومده روی همه گوشی ها هست، روی همه لپتاپ ها، تبلت ها و کامپیوترها هست و دانش آموزای ما خیلی بیشتر از ما راجع به هوش مصنوعی اطلاعات دارن و بهتر از ما بلدن ازش استفاده بکنن. پس اگر ما نادیدش بگیریم و بخوایم به همون روش قبلی پیش بریم، عین کپک میمونیم که سرمون کردیم زیر برف و میگیم اون بیرون هیچ خبری نیست، عین قبله، در حالی که اون بیرون خیلی خبر است، عین قبل نیست. حالا که با مفهوم هوش مصنوعی آشنا شدیم، الان میدونیم هوش مصنوعی چیه و به چه درد میخوره، نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه و از هوش مصنوعی چه استفاده هایی میخوایم بکنیم. در فصل بعدی میریم سراغ هوش مصنوعی مستقیما عملا. اینجا میخوایم ببینیم که عملی چی جوری باید بریم توی هوش مصنوعی، کجاست و اونجا چی کارا میتونیم بکنیم، با عنوان قدم اوله.